خرداد سال 1354 سفارت آمریکا در عرض نیم ساعت به 15 تا دانشجوی ایرانی ویزا داده. هما پرواز مستقیم به نیویورک گذاشته و بانک‌های پاریس برای خرید آپارتمان به شما وام میدن. به دقیقاً 50 سال پیش خوش اومدید. این مستند روایتی تصویری از 31 روز زندگی تو خرداد سال 54 که بر اساس مطالب روزنامه اطلاعات ساخته شده. فقط قبل از شروع تا یادتون نرفته ما رو دنبال کنید تا هیچ چیزی رو از سالهای گذشته ایران از دست ندید. آخرین ماه بهار داره آروم سپری میشه و هوا رو به گرمیه. ایرانیا به فکر تعطیلات تابستونن و کسایی که میخوان هوایی سفر کنن گزینه‌های زیادی پیش روشونه. روزنامه اطلاعات پر از آگهی‌های پن امریکن، لوفتانزا و بریتیش ایرلاین. اما برای ایرانیایی که قصد سفر به آمریکا دارن، پرواز مستقیم هواپیمای ملی ایران احتمالاً سریع‌ترین گزینه است. پروازی تاریخی که برای اولین بار تو خرداد سال 1354 انجام شد و به خاطر اهمیت بالاش وزارت پست و تلگراف تمبر یادگاری هم به همین مناسبت چاپ کرد. هما 7 بار در هفته به نیویورک پرواز میکنه و قیمت بلیت رفت و برگشتش 4000 تومنه. جالب این که به دستور زنده یاد هویدا دانشجوهای ایرانی مقیم آمریکا میتونن برای تعطیلات تابستون با 1/3 قیمت بلیت هما بخرن و به ایران سفر کنن. البته که ایرانی‌ها تنها مشتری شرکت‌های هواپیمایی نیستن، چون حدود 350,000 نفر توریست هم از جاهای مختلف دنیا به ایران میان. خرداد فصل جاری شدن سیل مسافرای خارجیه، در حدی که برای اسکانشون هتل‌ها به اندازه کافی جا ندارن و این مقاله داره از ضرورت توسعه بیشتر زیرساخت‌ها برای پذیرایی از مسافرا میگه. از اونور اما ایرانیایی که راهی کشورهای غربیان برای پیدا کردن محل سکونت کار سختی در پیش ندارن. اگه بخوام به لندن سفر کنن میتونن به جای رفتن به هتل آپارتمان اجاره کنن و اگر هم دوست داشته باشن میتونن به فرانسه برن و از بانک‌های پاریس وام بگیرن. رفت آمدهای بین‌المللی فقط جنبه توریستی نداره و دنیای علم و دانش رو هم در بر میگیره. این بین دانشجوها جایگاه مخصوصی رو به خودشون اختصاص دادن. مثلا تو این خبر میخونیم که بین ایران و ژاپن قرارداد تبادل دانشجو بسته شده و ژاپنیا قراره برای تحصیل تو ایران بورس بگیرن. وضع دانشجوهای ایرانی هم به نظر خوب میاد. تو ایران دانشگاه آزاد داره مراحل اول بازگشاییشو سپری میکنه و تو خارج هم وزارت علوم یه واحد مخصوص تو لندن تأسیس کرده که به دانشجوهای ایرانی مقیم انگلیس سرویس بده. سفارت آمریکا تو تهران خبر از صدور 24 ساعته ویزا برای دانشجوهای ایرانی میده و میگه که یه بخش جدید باز کرده که تو نیم ساعت اول کارش به 15 تا دانشجوی ایرانی ویزا داده. تو خرداد 54 تهران میزبان چند تا مهمون انگلیسی هم هست. تیم فوتبال منچستر یونایتد برای بازی دوستانه با پرسپولیس به امجدی اومده و تو مسابقه‌ای که 20,000 نفر تماشاچی داره 1-1 مساوی میکنه. اما جدای از خارجی‌هایی که به تهران سرازیرن، پایتخت میزبان مهاجرینی که از شهرهای دیگه به مرکز اومدن هم هست. آخر راهی تهران شدی ها؟ آره پدر، گفتم که میخوام برم تهران پولدار بشم. چی رو پولدار بشی؟ خیال کردی تو خیابونای تهران پول جمعیت تهران داره به صورت تصاعدی بالا میره و از همون روزاست که میبینیم مشکلی به اسم پارکینگ تو تهران خودشو نشون میده. بدتر از مسئله شلوغی خیابونا مشکل مسکنه. تقاضا برای مسکن به شدت بالاست و خونه روز به روز گرونتر میشه. سلام علیکم. قیمت این زمین چند آقا؟ متری 1200 تومان آقا جان. ایشون که فرمودن متری 700. بله اون دیروز بود، امروز فرق میکنه. اگه برای زمینه بگو الان متری 1200 تومان مشتری پاش وایساده. دیروز خودشون گفتن متری 700 تومان، مگه یادتون رفته؟ نه خیلی یادم نرفته، اون نرخ دیروز بود. یه سری هم این وسط برای سود بردن از موج تورم شروع به خرید و فروش زمین کردن و نتیجه این که وضع مسکن و قیمت‌ها از اونی که هست بدتر شده. تو همین گیروداره که توی خبر عجیب میبینیم که شهرداری تهران دهونک رو منطقه حفاظت شده طبیعی اعلام کرده تا با این کار جلوی بورس بازی رو زمین رو بگیره.
و اما سری هم به دنیای فرهنگ و هنر بزنیم. تو خرداد 54 حدود 40 تا فیلم ایرانی و خارجی تو سینماهای کشور اکرانه که بینشون آثار شناخته شده‌ای مثل پاپیون و 10 فرمان به چشم میخورن. طبیعت بیجان ساخته سهراب شهید ثالث هم یکی دیگه از فیلم‌های اکران اون روزاست که رو صحنه بین‌المللی خوش درخشید و اون سال 4 تا جایزه برلین برنده شد. فیلم پرحاشیه محلل ساخته نصرت کریمی یکی دیگه از آثاریه که تو خرداد 54 میتونیم رو پرده سینما تماشا کنیم. فرد مسلمون با زن نامحرم اینطوری حرف نمیزنه. خجالت داره. من قربون اون سرتفات برم که اصاری نجابتی. خب به شیطون لعنت بفرستین. هر کی با زن نامحرم اینطوری حرف بزنه جاش طبقه 7 جهنم. تلویزیون ایران 2 تا کانال داره که جدول پخش برنامه‌هاش هر روز تو صفحه مربوط به رویدادهای هنری چاپ میشه. نکته جالب این که یه قسمت از برنامه‌ها به تلویزیون آمریکا اختصاص داره که حدود 7 ساعت در روز رو آنتنه. یکی از سریال‌های ایرانی شناخته شده هم که تو جدول پخش می‌بینیم سریال آقای مربوطه است. طنزی اجتماعی ساخته بهزاد اشتیاقی که از سال 53 به طور مرتب پخش میشد و با رسیدن زمستون 57 برای همیشه متوقف شد. شامل همه میشه. حتی رؤسا؟ ایرانیان تو سال 54 سرگرمی‌های زیاد دیگه‌ای هم از کازینو و دانسینگ گرفته تا کنسرت و اپرا و رقص باله دارن. دنیای موسیقی سال 54 هم روزای پرزرق و برقی رو میگذرونه و از تبلیغاتی که تو روزنامه ها میبینیم مشخصه که تو تهران 3-4 تا از کاباره ها با هم رقابت تنگاتنگی دارن. تو کاباره میامی اسم ستاره‌هایی مثل هایده، مهستی، شمایزاده و همینطور ابی و شهرام شپره به چشم میخوره. گوگوش گل سرسبد کاباره باکاراست. عارف و گیتا هم تو شکوفه نو و فریدون فروغی تو کاباره کانتیننتال برنامه اجرا میکنن. روزنامه‌های خرداد 54 پر از آگهی شرکت‌ها و برندهایی که تو ایران نمایندگی رسمی داشتن. آگهی‌هایی که بینشون مارکای شناخته شده اتومبیل رو می‌بینیم که توشون حتی GMC هم تو روزنامه اطلاعات تبلیغ چاپ کرده. خیلی از اسامی هم که به چشم می‌خورن مربوط به بانکایی هستن که هر چند صفحات اطلاعات پر از ترازنامه‌ها و تبلیغاتشون، اما دیگه هیچ کدوم وجود خارجی ندارن. اما نگاهی هم به اخبار علمی 50 سال پیش بندازیم. مطالبی که نکته جالبش پیشبینی‌ها و کشفیاتی هستند که امروز بعد از نیم قرن هنوزم واقعیت پیدا نکردن. اخباری از کشف واکسن سرطان و قرص‌های جوونی گرفته تا کشف واکسن برای جلوگیری از کرم‌خوردگی دندون. یکی از جالبترین اخبار علمی هم که تو اطلاعات خرداد 54 می‌بینیم این گزارش درباره انجماد بدن انسانه به این امید که تو قرن 21 به زندگی دوباره برش گردونن. و در نهایت این که هر چند آینده قابل پیش بینی نیست اما گذشته قابل تماشا کردنه. اگر دوست دارید باز هم تو روزهای گذشته سرک بکشید حتما ما رو دنبال کنید و از اینکه تا اینجا همراه ما بودید ممنونیم.